ریاست اجرایی حکومت در کنار بسا مشکلات امنیتی دیگر، افزایش اختطافات در کشور به خصوص در هرات را نگران کننده خوانده. از ارگان‌های امنیتی خواست تا برای جلوگیری از آن جدی‌تر عمل کند. در سراسر کشور از مسئله اختطاف‌ها مردم پریشانی دارند، خصوصا در ولایت هرات بیشتر از دیگر ولایت افغانستان حوادث امنیتی زیادتر صورت گرفته در اواخر و ناامنی. همه اینها مسائل است که مردم به تشویش ساخته و نیروهای امنیتی تلاششان قابل قدر است. در عین زمان مردم ما اطمینان بیشتر می‌خواهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به گفته مسئولان امنیتی ولایت هرات در 3 ماه گذشته 5 قضیه اختطاف در این ولایت رخ داده که از آن جمله نیروهای امنیتی جلوه 3 واقعه را گرفتند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان قبل از این ماه میزان را بدترین ماه برای تجار افغان خوانده و گفته است که در این 1 ماه اعضای خانواده 27 تاجر و سرمایه گذار در کشور اختطاف به قتل رسیده و یا هم تهدید شدند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید این مشکلات امنیتی در کشور یک بار دیگر برای رسیدگی به آن تعهد می سپارد.